رادیو آزادی امروز طرح ویژه‌ای را با زبان‌های تاجیکی و روسی در سامانه‌اش نشر کرد که درباره بیش از 30 کشته شده در حادثه‌های بدخشان قصه می‌کند. این افراد در ماه می و در حالت‌های گوناگون جان باختند، ولی نظر مقامات و نزدیکانشان درباره آنها یکسان نیست. همکار ما در سامانه رادیو آزادی کیومرث عطا اینجاست و از او می‌پرسیم که چرا کیومرث طرح امروز نشر شد؟ سلام و سپاس عبدالمؤمن. چرا امروز؟ چون از حادثه های مرگبار در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به خصوص از آغاز عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی در ناحیه روشان 5 ماه گذشت. رادیو آزادی البته نام کشته شده ها و داستان زندگی آنها را هنوز ماه ایول و آگوست امسال آماده کرده بود، اما به سبب آنکه آن را در یک صحیفه ویژه گرد بیاوریم واقعا بیش از 2 ماه صرف شد. حالا طرح دسترسی همه هست و ما منتظر واکنش ها، معلومات اضافی یا معلومات علاوه‌ای و یا عکس و نوارها از طرف ساکنان و کاربران هستیم. کیومرث، شاید بسیاری ها پرسند که چرا به این موضوع امروز توجه شد؟ ما این موضوع رو وقتی به تحقیق گرفتیم که عبدالمؤمن مقامات درباره 16 کشته شده در روشان صحبت داشتند و آمار گفته آنها البته با رقم هایی که مردم محلی آشکار و نهان در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت میگذاشتند دست کم 2 برابر کمتر بود. ما به این خاطر به این موضوع توجه کردیم تا حقیقت افشا شود. دادستانی کلی تاجیکستان تنها 7 اکتبر یعنی همگی چند روز پیشتر اعلام کرد که در جریان عملیات 29 کس را نابود کردند. به هر حال خبرنگاران ما با مدد کاربران با مدد ساکنان محلی تا این دم نام 34 کشته شده را یافتند و عکس و داستان زندگی آنها را گرد آوردند، در حالی که مقامات گفته بودند آنها عضو گروه‌های جنایی هستند. نزدیکانشان البته به ذکر نام و از ترس آنکه مبادا زیر تعقیب و فشار نمانند گفتند که آنها افراد مسلح نبودند، بلکه یک کارگر، یک مهاجر، یک ورزشکار عادی بودند و تنها برای حمایت خود و نزدیکانشان به کوچه ها برآمده بودند. ما البته نظر جانب ها و به خصوص نقل نزدیکان آنها را آوردیم. بگذار خواننده قضاوت بکند که حق با کیست در این مورد. کیومرث، می شود درباره طرح بیشتر بگویید که در آنجا چی ها را جای داده؟ عبدالمؤمن، این یک صحیفه ویژه است، یک میکرو سایت است، از یک مطلبی اساسی عبارت است و خلاصه آنچه را که در بدخشان گذشت در بر میگیرد. در آنجا به سوال حادثه از چی آغاز یافت، چگونه آغاز یافت و این افراد کی بودند و چی کار میکردند پاسخ گفته شده است. در این صحیفه همچنین جدول سن سالی کشته شده ها هست که بنابر این جدول آنها از 25 تا 50 ساله هستند و اکثرا از ناحیه روشان ولایت بدخشان. در طرح خریطه را هم خواهید دید که در آنجا ناحیه روشان و شهر خاروق اشاره شده است. این به این معنی است که چند نفر از زادگان این دو منطقه کی و در چه شرایطی کشته شدند و یا نزدیکانشان جسد آنها را کی به دست خود گرفتند. در پایان رویخط پوره یا که رویخط کامل قربانیان هم هست که با کلیک کردن یا پخش کردن روی هر کدامی از آنها با معلومات کوتاه درباره‌شان مردم آشنا می شوند. البته در اینجا باید بگم که ما دعوا نداریم که طرح پوره است، کامل است، چون خودتان میدانید که مردم این شب و روز از صحبت کردن میترسند و بنابراین شاید بسیار ناگفته های مانده است. بنابراین به مردم امکان دادیم، به کاربران امکان دادیم که به ذکر نام معلومات خود را به واسطه تلفن یا که ایمیل به ما بفرستند تا این طرح پوره تر شود. تشکر کیومرث.